شدم ساقی، مست شدم ساقی، مست شدم ساقی، مستم از می بکنه ساقی زیبای شد، خط بر افراز و بکن ولوله بر پای شد، خط بر افراز و بکن ولوله بر پای شد. مست شدم ساقی، مست شدم ساقی، مست شدم ساقی. ساقیا مست یک جرعه شرابم کردی، ساقیا مست یک جرعه شرابم کردی. عزیز انگار میخوایم یک دونه پیرنتمان یخن قاسمی قیچی کنم و دفعه ویدیوی قبلی برتان اشتکانه قیچی کردم. این کلانش است که تا آخر ویدیو با ما همراه باشین تا یک قیچی کاری از 0 تا 100 به شما به نمایش بانم. دوستای عزیز اینجا قد پیران ما است 42.5. از اینجا را اول تکر سرش صاف قیچی میزنین 42.5 است. ایره میگیرین 45 به خاطر دو اینجا حق قاطشو نیم اینجا مقه سرشانش 45 یک قد پیران جدا میکنین شما به این صورت صاف قد پیرانش جدا میکنین میمونین اینجا. قد پیرانش که جدا کردین اینم قد تنبانش است. قد تنبان از یام است 40 به 40ش 4 انج اضافه میکنین حق نیفش هم میشه 44 حق نیفش و دانه پاچش قاط پاچش میشه 44 به این صورت میگیرین 44 یک چرت میزنین که اشتباه نشه. بعد تنبان دو قط میگیرین به این صورت به این صورت هوارش میکنین تکر صاف. خب دوستای عزیز شد قد تنبانش. از بغل بر تنبان حق جیب مثلا همین یعنی خدچه کار جیبشو یگان آستر یخن و ای چیزایش از همین بر تنبان میگیرین. بر تنبانشونو کلان میشه. بر تنبان اکثریت اونمو 19 تا 21 بر تنبان ساده میه. شما از برش میتونین به حساب نمی جیب زیر بکشین. به این صورت ویدیو قبلی هم گفتم باید این مژه اوسو انداخته شود. ملت تکه باید اوسو انداخته شود که خرابی میکنه. خب او کشیدین ملت تکه را دوباره 4 قاط میکنین. 4 لا که کردین صاف مندازینش. صاف مندازین و این بالایش صاف قیچی میزنین اضافه هایشه راست میسازینش. و ملت تکه بازم براتون میگم ایره اوسو مندازین.
خب دوستای عزیز قد از این تنبان است 40. حق نفیش کشیده 2 اینچ میگیرین قد تنبانش 40. پاچه شام از 6.5 به این صورت میگیرینش 7 به خاطر که نیم اینچ حق درزش میه. از اینجا خطکشتون رو مندازین. چیزی که مثلا قد تنبان از این از 40 20 نیمش میکنین 2 اینچ اضافهش میکنین حق نیفش 22 نیم به این صورت 22 نیم به این حالت قیچیش میزنین خطش میکنین. خطش که کردین و می سیستم سر قیچیتان از خطتان 1.5 اینچ طرف داخل میبرین که گل شوه به خاطر خشتک. و اینجا رو 2 اینچ چرت میزنین به خاطر نیفش و اینجا به خاطر پاچش است. پاچش قیچی میکنین. خب دوستای عزیز شد تنبان. خب دوستای عزیز تکر قبلا ما چالا اوار کردیم اینجا به خاطر پیرانش و به این صورت نمی مجه تکر اوسو مندازین. اول قیچیش میزنین به این حالت این رو اوسو مندازین تکر پس برابر میکنین به دیگهش و لای دومه از اینجا جدا میکنینش به این حالت و یک لای سر کش میکنین مندازین پایین به این صورت. لای باز ارچارش با هم دیگه تو میگیرین به خاطر که راسته تکه بره داخل. او وقت راسته تکه بیرو بود او رو به خاطر چپ راستش کار میکنین. خب این تکه ما اوار شد اینجا. خب شروع میکنیم اول از یخنش. یخن از این است 17.5 17.5 3 سوت کم 3 مندازین پایین 3 سوت کم 3 طرف پایین به این صورت و از اینجا 3 سوت کم 3 میرین طرف داخل به این حالت. ایره از اینجا گل میکنین به این ترتیب. این شد یخنش دوستای عزیز و از اینجا شانش است 18.5 18.5 که نیم کنین 3 سوت اضافه 9.5 3 سوت اضافه 9.5 10 و 3 سوت میگیرینش به خاطر حق درزش. اینجا یک خط میکشین که معلومدار باشه و شان قولش هم از اینجا مندازین پایین. قول از این به این اندازه کی است قولش مندازیم 2.5 تا پایین 2.5 تا پایین مندازیم و 2.5 اینچ حق شانه پتیش پایین مندازیم که به این صورت خط میشه از دم یخن به این حالت. و بغل از این است 22 را نیم کنیم میشه 11 نیم اینچ دوباره اضافهش میکنیم حق درزش حق دختش دخت اینم میشه 11.5 به این صورت خطش میکنیم و از اینجا تا به اینجا سر کج همیشه پایینی بالا را که گرفتین از پایین به این سو مثلا این راست اتوری میایه یک کمک اتو میگیرینش به خاطر که پایینش نیم اینچ باید کلان بیایه به این حالت. به این صورت خط کشیش میکنین و اینجای قولش هم به این سیستم گل میکنین. خب رسیدیم به این جیبش هم از اینجا با اینجا 4.5 اینچ پایین مندازین 7 انجام خود جیب میگیرین 3 انجام حق اضافه پایین که دخت میشه جیب بعد از اون میایه
این شد خطش تا اینجا. دامنش هم به این حالت 4 انچ به این طرف یک خط میکشین، 4 انچ هم به این سو یک خط میکشین طرف داخل. باید یک چیز داشته باشین که همین 4 انچتون گل کنه. این خوب است، اگر نمیشه که دستم گل کنی خب این بهترتر است، میمونیش گلش میکنی و مو سیستم قیچی میشه. خب دوستای عزیز این شد خط کاریش. حالا شروع میکنیم به قیچی کاری. از همینجا شروع میکنیم قیچی کاری. یک لای تکه میگیرین به این صورت و اینجا هم چون خط کردین هم یک لایش میگیرین، لای دوم نمیگیرین. ببینید من یک لا رو گرفتم، یک لا دمی زیر مانده میتونی و اینجا هم نصف یخن، هم یک لای زیر نصف یخن میگیرین. نصف یخن قیچیش میزنین به این صورت. از اینجا به این حالت قولش گل میکنین. اینجا هم که گفتم حق جیبش هست. به این ترتیب دامنش قیچی میزنین و اینجا حق جیبش یک چرت میزنین که وقت دوخت اشتباه نشه. حق جیبش شد و اینجا یک انچ همیشه پیش کار خالی میکنین به این صورت. این هم شد از پیران ما. پیران ما قیچی شد فعلا. خب دوستای عزیزی را به این صورت که اضافه را هم قیچی میزنین باز و از اینجا شانه پتی میگیرین. شانه پتی را به این صورت مندازین و از اینجا 6 انچ طرف یخن رو مندازین. 6 انچ. اینجا هم 2 انچ اونجا کمش میکنین طرف قوله. 4 انچ به این حالت خطش میکنین. و اینجا همون طور که پیشتر براتون گفتم یخن 3 سوت کم 3 گرفتین. از این طرف هم 3 سوت کم 3 میگیرین. به این سیستم گلش میکنین و خطش میکنین. خطش که کردین قیچیش میکنین. خب دوستای عزیزی هم شد شانه پتی. خب منتظر باشین، اینم آستینش هم براتون قیچی میکنم. این هم آستینش هست، قبلا ما چالا پهنش کردیم، اوارش کردیم چالا به خاطر آستین. و اول کار که میکنیم قد آستین میگیریم. قد آستین از این 22 است. 22 نیم میگیریم به خاطر نیم انچ حق سر شانش. و دهن آستینش هم هست 7.5 8 میگیریمش به خاطر نیم انچ هم حق دختش. به این صورت. اینم به این صورت. و اینجا برای قولش است. برای قولش هم 12 میگیریم. خود آستین 10 انداخته بودیم، قول پایینی رو 12 میگیریم به خاطر 2 انچ شانه پتی اضافه کرده بودیم به این صورت. و از اینجا خطکش خودم مندازیم به این حالت. 2 انچ مندازیمش پایین قولش. به این صورت خطش میکنیم. خب به این حالت قیچیش میکنیم.
اینجا رو یک چرت میزنیم به خاطر قاط آستین. اینجا رو یک انچ خالی میکنیم پیش کاره. خب دوستای عزیز هم شد آستینش. تشکر دوستای عزیز، انشالله که در آینده ها براتون دوختم به نمایش میگذاریم تا شما از 0 تا 100 یاد بگیرین و سابسکرایب و لایک یادتان نره و حمایتتان نیاز داریم. تشکر.